ستونای داد. چطور این رفقا؟ ما دیشب یه هتلی موندیم، بوم، ویدیوشو میذارم، خیلی خفن بود. یعنی به جرئت میتونم میگم شیراز شهریه که من واقعا میتونم توش عاشقم بشم. مثلا در این حد میگم، یعنی خفن اینجا. بریم. مستی رها کرد آقای مستای عاشق، چه حالی داره مستی، چه حالی داره وقتی. در یک هوای بارونی داریم میریم به سمت آرامگاه حافظ و باغ جهان نما. دارم خیسم، یعنی خیسم واقعا. یعنی فکر کن هوا بارونی باشه، بعد تو حافظیه باشی، بعد انعکاس یا ابوالفضل مایا رو نارنجای خوشگل. من اول ناراحت بودم که چرا بارون میاد، بعد میبینم بارون اومده اینجا. خیلی خوبه، خیلی خوبه. از حافظ خداحافظی میکنیم، میریم سمت سعدی. در ادامه ولاگ زیبا میرسیم به آرامگاه سعدی عزیز. از بولوار بوستان به گلستان و سپس به آرامگاه نزدیک میشویم. هوا بارونش کمتر شده، معتدله. که من عاشقم گردستم یه بسیاری چراست بگفت ای هوادار مسکین من برفتن یمین یار شیرین من، چه شیرینی از من به در می رود، چه فرهادم آتش به سر روحش. شرایط یه طوریه که اینجا همه ترکن، یعنی ترکی صحبت میکنی همه میفهمن، کار سختی نیستش. اینم از سعدی عزیز. نمیدونم قراره کجا بریم، ولی از آنم میدن. سعدی ها مرد نکونام نمیره درگز، مردان است که نامش به نکوی نبرم با بکران دزان. یه موقعیت پیدا کردم نورافکن بخوره یکم بهتر بتونم حرف بزنم باهاتون. در ادامه مسیر میریم به سمت کاخ عفیف آباد. حالا باغ عفیف آباد هم میگم بهش، مربوط به دوره قاجاره. حالا تعریفی که میکنن میگن خیلی خفنه، باید بریم ببینیم. با ما همراه باشید. کامنت و صاف فراموش نشه. بله رفقا، تا اینجا که خیلی خفن بوده. میریم بقیه‌اش هم دنبال کنیم. دهنم فقط از خستگی سرویس شده.
قاجار عجیب غریب چه فضای خفنی رو واسه خودش درست کرده بود. یعنی از این کاخه بگیر تا این چمنی که پشت سر منه، محوطه خیلی خفنش واقعا مشهد، مخصوصا اون بالا نمیدونم دیده میشه یا نه دقیقا. اصلا حیف که قدرشو ندونستن، کاش زودتر بر پایم یک کبیر گوش میدادم. هوا دیگه کم کم سرد شده ولی خیلی هم سرد نیست. خیلی خفن بود این کاخه، موزش مخصوصا. البته اینم بگم 2 تا بلیت جداگونه میگیرن از این، یکی موزه‌ای که واسه ورودی جمعاً نفری 70 تومان و مشهد. فعلا خدا حافظ.